و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تا بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، کش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دستت رسا باشد، چیزی لباسی زیادتی داشته باشی، بر او عطا کن تا که لباسی بدنش نو کند. شرط نیست که تو غم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوانمردی کن، خدا دولت تلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم را بگیری، برای یک برادر. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند، دو ملائکه بالای خانه همان شخص میفرماید احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم اعطی منفقا خدی تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، اگر یک سوم همین بنده صرف کند در عوضش 700 سومش عطا کن. ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا، پروردگارا اگر سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، تلبنده را از نزد در، خدایا این ممسک است، این بخیل است، مالی را تلف بده، بخیل است. از این خاطر هیچگاه ما و شما بخیلی را پیشه نکنیم. زر سعدی میگه در بستانش، زر و نعمت اکنون بده کانی توست که فردا از دست تو میرودین. تو امروز بالای این مال دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. با چیز چارت میتونی که آخرت بخری، تو بخر که فردا پشت دست میگزی. البته این دولتداری هم غنیمت است، این کم بغلی هم خودش یک حالتی است که تیز. انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست، در همون انیس المؤمنین مثل همین سوالی برادر کرده است. یک زن با همراه شوهر عام میخوردن، به ناگاه یک فقیر، یک تلبنده در اونها را کوفت. وقتی داخلش دادن، داخل شد، آمد نگاه کرد که این زن و این شوهر هر دو در. زن میگد به جانب اون شوهر چی گفت؟ شوهر گفت این آدم تلبنده است، این فشی او بگذاریم، ما که دولت داریم، سهولت داریم، فردا باز میخوریم. شوهر چی گفت؟ تنگ دست بود، گفت این تلبنده را از خانه بیرون کنین. تنها گذشت، حکمت خداست. چندین سال میگه از بین گذشت، همین مرد ثروتمند فقیر شد، گدا شد. زن که طاقت بعد به دولتی این شوهرش طاقت که نکرد، گفت شوهر مرا طلاق بده. شوهر بیرون شد، رفت و یک شوهر دیگر میگه در نکاح خود در آورد که او خانه نشسته بود. همین زن با این شوی نوی به دولتش مرغ بریان میخوردن. تلبنده داخل شد، تق تق کرد، هر که آدمی سخی بود، خدا ترس بود، گفت زنه گفت این مرغ بریان برد، میگه بالای لالی و در دست همون تلبنده عطا کرد و میگه گریه کرد. برای چی گریه میکنی؟ برای همین یک مرغی که ما در راه خدا خیر کردیم، برای همین گریه میکنی که همین شوهری من بود، همون شوهری به دولتی که من داشتم نی آمد. این شوهری نوی به دولتش چی گفت؟ گفت تعجب شما تلبندگی در آمده بود، همون من بودم، همون من بود. حکمت خدا را ببین، حکمت خدا را ببین. به دولت مناز که این هر دو را زود از زوال. به دولت نازیدن لازم نیست، نازیدن لازم نیست. برای چی؟ برای در هر جا عرض شکایت نکنین، میگد که این هر دو را زود از زوال. یا آدم فقیر به دولت می شود. حضرت سعدی گفتن همین است رسم سرای دروش، این دنیا را قاعدش همین است، گاهی بالای زین سواری، گاهی زین در پشت ته است. شما دست دراز میکند، خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتی خیر دولتی شما را زیاد میکند. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه بد که
مالی او کم نمی شود، مالی او زیاد می شود. السلام مخلصان اشدی شما. دو شخص قهری اند، یکی عوض دیگرش درست می شود. خواهش میکنم که پرتر یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود. آیا نمازی او قبول می شود؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ او دینون، کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مالی میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، قهری نکنین هیچگاه. زیرا در نماز شما، در روزه شما، در حس اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ قهری کردین تیز با یکدیگر قطع آشنا شین، باز در پی خدمت یکدیگر شین. نه اینکه چی است حتی شب قدر بین یک روزه شب قدر عبادتش، این شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند. از ثواب همین شب قدر، از ثواب این با نصیب نمی شود. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در توی ها و در نوروزی ها گلبزم میگویند. حالا این درست است یا نه؟ باشم با دقت گوش میکنن. مادامی که خود جواب همین سوال گفته، یعنی خواهر ما و شما و بین بگه مردهای بیگانه از کجا صحیح میشد؟ و این گوش هایی که ما و شما با شنیدن این گلبزم ها حوالش میکنیم، و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. تمام اعضای شما در روز قیامت در بالای شما مسئول را که در راه خطا تو صرف کردی، برای اینها در نزد خدا جوابگو هستی. هیچگاه اشتراک نکنین، زیرا که البته شما مثل همون شخصایی میشین که در همون معرکه اشتراک میکنن و گناهکار. السلام علیکم. خدا شما را صحت سلامت نگه دارد. شما فخر کلاب ما هستید، داری شریعت اسلام هستیم. دو سوال دارم. کدام گونه سگها را کشتن در اسلام جایز است؟ دویم سوال، اسلام چی معنی دارد؟ چگونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و برای کدام کشتن جایز است؟ پیغمبر ما و شما حدیث های مبارک نویساندم، میگوید کلبا و سوره. این ابو هریره ابی طلحه روایت میکند. حضرت میگه در خانه که سگ هست و در خانه که صورت هست داخل نمی شوند. صورت های بی معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورت ها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگ ها هم در بیکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شود. برای که ها جایز است رسول باشد شخصی که اگر زمین داشته باشد برای پاسبانی و اگر حولی کلان در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. طعام میخوریم در اونجا جای مثال خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جای. خب اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معنای قرآن و سنت های پیغمبر تسلیم شدن این اسلام است. کناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر. شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آن است که ما در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند من اسلام است. همین اسلام ابو بینا اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن. دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای یزید بسطامی را ما به شما یک قصه شو بگم. از بسطام حضرت در میانش یک تن اسلام آداب شبین رحم شبین آمد به شهر حمدان رسید.
وقتی که در یک همدان نشست خواست که همون تخمی که همراه خداوردگی نگاه کرد که پری مورچه هست. حضرت میگه هم تا پیچان بستان هستند. شهر بستام همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این شاده کنم اینا همه سرگردان میشوند. اینا را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتند. ببین این رحم بی انصاف بی اسلام ببین چگونه دین است. دیگر هیچ چیز ندارد. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ مذهب شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکند؟ خدا یک و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برای که یک آدمی خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن، اختراعی دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا اسلام هستند. اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع خواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالت شاید یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی باید تلقین همون مرده کند، باکی ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال کلانی را ذبح کرد به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال میتونند. کدام نمود حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چلا الله اکبر بس از خواه مرد از خواه زن است. میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کنند. سلام علیکم داملا. خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها خیلی مادام هم باشد دیگر چی جای شهر دادن شد. وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرن، در صورتی که فالبین جادوگر باشن و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یگان کسی را جادوگری میکند بگین جادوگری کرد ملاگی کرد. نه، این ملاگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش میآید. السلام علیکم داملای عزیز. به همین سوال من جواب دهید. دن اوبال است. من به حاجت خانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بیتاقی نداره. راست میگه. ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجت خانه انسان باید که سر لوچ داخل جین هست و جین عادتش همین است که هر جایی که اگر یک رساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجت خانه که همون حاجت خانه یعنی شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجت خانه دور بکمین الخبث و الخبائث. خدایا از این نجاستی که مرا آزار میده با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجت خانه شو و سر خطا بپوشان. این به بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملا عزیز. استی چگونه هست در قیامت ملت پرستی را چی خیل ملت پرست؟ این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها دوم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام ندانم. لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. کجاگی است برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. ملت تاجیک است اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست.
السلام علیکم دامنای شیرین زبان. آیا چنین تلاش شد در بستر بیماری خواب باشد و شوهر با عصبانیت یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جواب نمیدهد؟ یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خود، برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنی، سراسیمه نشی. بسیاری یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین، بیش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین. تا حدی فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پای فتواکاوی یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم. گفت من به زنم خانه‌داری نکنم، با 3 طلاق زن قسم خورد. زن اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق که فلان کار نکردم، در اصل کرده باشی، زن فرق نداره. شما با زن طلاق قسم که خوردین زنتون طلاق میشه. فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید یا 2 بچه میکند یا 3 بچه لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او حامله دار که به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهمات برآمد، یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر را پیشه کنین، لکن طلاق نتین. ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرد خیر کرده. با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنین خدا مادرش رحمت مغفرت گرش پر نور بسازد، توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتح. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و خیر احسان کردگی را خدای به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و این برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال هایی که باقی مانده است با شاید به جمعه های آیندهش باز یک سوال جواب دیگر انشاءالله تشکیل میکنیم.